سلام عزیزان، امروز اومدم با بخش دوم ایران و کانادا و مهاجرت به کانادا صحبت کنم بر طبق تجربه خودم تو این حدوداً 11 سالی که من تو کانادا هستم. اولا رنگ رژ رو ببین. خب رنگ رژ قرمز زدم براتون. اوکی داشته باشین. بعد ممنون که توجه کردین و سابسکرایب کردین چنل منو. دوست دارم تو همه پلتفرم های سوشیال مدیا اکتیو باشم، ولی خب نیاز هستش که شما منو فالو کنید. اوکی، امروز میخوام بگم بچه ها یه خورده ازم میپرسین که فرق زندگی کردن توی کانادا با ایران رو بیشتر براتون بگم و خوبه از زاویه کسی که اینجا زندگی میکنه، هر روز اینجاست، نه اینکه توریسته، نه اینکه بیاد و بره، زندگیش اینجاست بدونی. خب اول من یه هینتی بهتون بدم بچه ها. من تو ایران جز افرادی بودم که مرفه بودم. اوکی، یعنی زندگی خوبی داشتم. با همین صحبت های منو که اینجا میشنوین بدونین که تو هر دوتاشو خوب بگیرین. اوکی، پس از زاویه کسی صحبت میکنم که تجربهش توی زندگی هستش که تو قشر خوب و حالا اوکی. من یادمه وقتی که توی پاسداران بودم بچه ها، می اومدم میرفتم دانشگاه، میرفتم حالا سر کار. وقتی که شب برمیگشتم همیشه یه ترسی بود، کسی پشتمه، کسی داره دنبالم میکنه، یا صداهای اینجوری اینا ما خیلی میشنیدیم تو خیابون دیگه، دخترها میدونن. اوکی، برمیگشت ببینیم کیه، حتی ماشینا که رد میشدن. تا جایی که میدونم این حرفا و این صحبت ها همچنان هست. اوکی، پس میخوام بگم اینجا هر ساعتی که بری بیرون یه خانومی مثل من احساس سیف داره، تنها هم باشه، یعنی مردی باهاش نباشه. اوکی، احساس نمیکنه که خب یه خطری دنبالشه. حالا به فرض بگیم 1% این اتفاق بخواد بیفته، اینجا سریع به 911 زنگ میزنن و اینجا زنها رو خوب ساپورت میکنن توی کانادا. کسی جرأت نمیکنه به ما خانوما چی؟ دست بالا اذیتمون کنه. اوکی، این مرحله اول. مورد بعد بچه ها راجع به سطح و کیفیت زندگی میخوام صحبت کنم. توی ایران تا جایی که من بودم اون موقع و الانم میبینم، تو بین دوست و فامیل و هر جایی که حالا ایرانی ها دارن زندگی میکنن، بیشتر تو این قضیه میچرخه که مردم ایران در داخل ایران تو فکر این هستن که خونه زیاد کنن، لند زیاد کنن، پراپرتی زیاد کنن. اوکی، و طلا بخرن، از کسی عقب نمونن، رو هم چشمی. این مسئله تو ایران بین مردم ایران خیلی زیاده. اینجا چگونه؟ از اینجا اینجوری نیست. اینجا براشون مهمه یه خونه خوب داشتن، ماشین خوب داشتن، این تو همه جای دنیا هست، ولی زندگی میکنن به چه صورت؟ این که مسافرت، تفریح هفتگیشون، دور همیاشون بجاست، کارشون بجاست، یعنی هر چیزی تو جای خودشه. نمیاد مثلا مسافرتشو بذاره کنار، پولشو جمع کنه یه لند یا یک زمین اضافه کنه. اوکی، یا
اینجا به گونه‌ای هست که مردم فرهنگشون یا هر اسمی که حالا توی اصطلاحات خودتون روش میذاری این نیستش که بیان یه خونه اضافه کنن، میگن باید زندگی کرد، باید شادی کرد، باید اگه من پولی رو در میارم با دوستان باشم، هر لایف استایلی که فرد داره و بهش خوش میگذره رو فرد انجام میده. مثل ایران نمیان بگن خب من نخوری میکنم طلامو بیشتر میکنم، یا طلاهامو برم بفروشم ملک بخرم اضافه کنم که حالا بمونه برای جنریشن بعد یا اصلا خود فرد دنیا دیده نباشه. میدونین چی میگم؟ یعنی در هر صورت زندگی میکنن مردم اینجا. واسه همینه که سطح امید به زندگی توی کانادا بالاه. اوکی. مثل خیلی از کشورهای اروپایی که حالا شما عزیزانی که اونجا هستین در جریانین. و مورد دیگه این هستش که کیفیت برای مردم ایرانی که تو کانادا هستن و خود مردم کانادا و هر قشری که اینجا هست خیلی مهمه. کیفیت تا کمیت. کمیت منظورم اینه که چه تعداد خونه داری، چند تا کاتیج یا ویلا داری، چند تا ماشین داری. خب اگه داشته باشی بخوای بخری و لذت ببری اون یه چیز دیگه است، ولی اگه لذت نمیبری و داری جمع میکنی این صحبت ها اینجا خیلی کمتر دیده میشه. اینجا فرد اگه سیوینگ یا پسندازی داره میگه خب باهاش کجا برم آخر هفته مسافرت، یا مثلا در طول سال، یا چگونه حال و هول کنم. اوکی، یعنی پولاشونو بچه ها میخوام بگم آینده نگری دراز مدتی که ما ایرانی ها تو ایران داشتیم. البته من خودم همیشه اینجوری بودم، مثل همین قشر کانادایی ها زندگی کردم، همیشه دوست داشتم حال کنم، هرچی دارم استفاده کنم، یا مثلا به اون چیزی که به اون لولی که دلم میخواد برسم، ولی دیگه به خودم سخت نگذرونم که باید جمع کنم، باید پولامو جمع کنم یا باید اینا رو داشته باشم به این تعداد تا خیالم راحت بشه، حالا مثلا یه سنی هم ازم بگذره. نه، از خیلی مهمه بچه ها سعی کنین که حالا لسن این قضیه هم اینه که سعی کنین بچه ها به طور کلی هر جای دنیا که هستین فکر اضافه کردن پراپرتی، یعنی منظورم ملک و املاک یا در هر صورت بیشتر جمع کردن نباشین. چیزی که خیلی مستدل هست توی ایران و من دیدم و میبینم. اوکی، و خوشحالم که در هر صورت اون فرهنگی که خودم داشتم و اون گونه که بزرگ شدم تو جایی هستم که همین گونه است. اینجا مردم چیزی که حالا بخوام اینجا تو پرانتز بگم براشون مهمه اینه که خوب بپوشن، خوب بخورن، خوب بگردن، خوب حال کنن. خب این برای همه مهمه ولی همه اینو رعایت نمی کنن. اوکی، این که لباس برند بپوشن اینجا خیلی مهمه. مطمئنم تو ایرانم این قضیه داره جا میافته، تا اینکه مثلا فرد بیاد طلا داشته باشه، مثلا دیگه خودتون میدونین دیگه مثالاش. اوکی، پس یکی از این تفاوت‌های خیلی بزرگ بود که من دوست داشتم باهاتون شیر کنم. حالا تو قسمت‌های بعد اگه در صورت شما سوالی دارین زیر این ویدیوی من بذارین تو کامنت ها میخونم، جواب میدم. دوستتون دارم، راجع به این روژ منم صحبت کنیم. I love you.